خراسانی امارت پشتونیزم نابود می شود و اسلام طالب جهالت یک جمع جاهل پشتون تبار است. عبدالحمید خراسانی فرمانده قطعه بدری طالبان می گوید که شهادت برای وی با ارزشتر از غلامی برای یک جمع جاهل و دشمن اسلام است. او می افزاید که دین طالب اسلام نیست بلکه جهالت یک جمع جاهل پشتون است. عبدالحمید خراسانی که به نظر می رسد که دیگر کاملا ناامید شده است، اضافه می کند که روش و رفتار اعضای پشتون تبار، رهبری طالبان با طالبان غیر پشتون و مردم دیگر همچو رفتار با اسرای جنگی است. او می افزاید که طالبان پشتون همه مردم دیگر را همچو غلام و برده خود فکر می کنند و یک دید عادلانه وجود ندارد. قدرت هم در انحصار یک حلقه خاص است. خراسانی اضافه می کند که طالبان به مردم و به ویژه زنان ارزش یک حیوان را هم نمی دهند و نظریات طالبان در رسانه ها خاک زدن به چشم مردم است، در حالی در خفا و در جمع خود بالای مردم دیگر تمسخر می کنند و مردم را به چشم حقارت می نگرند و با باور خراسانی این دیدگاه احمقانه سبب نابودی امارت پشتونیزم خواهد شد.